قرغه یکی از تفریحگاه‌های شهر کابل است که در غرب این شهر قرار دارد. آنچه که این محل را به شهرت رسانده بند آبگردان قرغه می باشد که مردم را به سوی خود کشانده و سرگرم می کند. شماری از باشندگان شهر کابل که برای تفریح به این محل آمده اند در این مورد چنین می گویند. خلق دسی دیگه جلو خارجان راضی کردن صرف تفریح و سیل لپاره کنه دا خود څه جده چې بس یو بچی جده او دا کنه دا علاقه چې دا سیده کنه په یو جنت باندې یادېږي. بله بسیار خوب تفریح است از جوانان و دوستان هموطنان عزیز. می‌خوایم که دیگه همیشه بیا جای خوب. بند قرغه در زمان محمد ظاهر شاه سابق افغانستان ساخته شده و در گذشته برخی از مقامات دولتی در آنجا زندگی می کردند. اکنون نیز برخی از تاجران و مقامات دولتی قسمت‌های از این منطقه را در اختیار دارند و ساختمان‌های مجلل در اطراف بند قرغه دیده می شود. با آنکه فرهنگ تفریح نسبت به سالهای گذشته در شهر کابل رونق بیشتری پیدا کرده، اما هنوز هم مسئله ناامنی و آزار و اذیت اجتماعی از جمله مشکلاتی است که خانواده‌ها با آن مواجه اند. روانشناسان میگویند تفریح یکی از نیازمندی‌های روانی است که برای این موضوع باید اهمیت قائل شد. زنان افغانستان نیز در جامعه سنتی از امتیازها و سهولت‌هایی که زنان در کشورهای دیگر از آن برخوردارند محروم هستند و تفریح برای برخی زنان افغان واژه‌ای ناآشنا است. نگین جهان آرا، رادیو آزادی، کابل.